بیچاره دل گردش میسوزه تاولا که دورچنا خدا گروش بسوزه هر کسی برنده خدا آبروش بوده دختری که تویگر شد آتش در افروش بوده عرق تاجیکستان آدم مست میکنه بعدی عرقش نوشیدن پیان هنگاس میکنه هر کسی بانگ میزنه دلش دوک دوک میکنه وقتی گرده گلاس حیاتش دود میکنه اخدام خیلی آدم ها ایله ها پیشمان شوه خونش سودا کنه محتاج آن شوه خدا آخری کار با آسانی حل شوه کسی قرصک میزنه پایین سرش کار شوه ای زنده باشه توی مبارک شوه برای تو تمام خوشی به مخشوق از اما دیوان نیستم اخدو خیلی کاکا خوشار میتونم انا گوش کن تمام خوشی زندگی رو تمام داره همچه نگامو نگام اینجا نباشید مرا نپرسی آمده یا این بیره تایدن رای نبرفتم اینجا ایستا مدونه اوزی تلویزیون تماشا کردن تلویزیون حالی تماشا بودن نیزن من اینجا نمیستم تلویزیون صفینه اخبار مکناری کلانتر کانتارش که اخبار هستم اخبار تلویزیون همون اینه مادم تو اینا که جاکو کلالی بس نجوم السلام علیکم تماشا بلیزید من اینک برنامه تلویزیونی اخبار تلویزیون صفینه درستی با شما میستر قولی هفته اسپیشل در شهر دوشنبه در تیشه میکرایم در نزدیک انویده دو دوز رو دستگیر کردم صدرالدین نجدی و بهرام غفوری ساعت 12 شب باید که خوراکگر از خونه بیرون شده به خونه دون جوان حمله کردن توی درک نداری؟ دون جوان در حالت ماستی خواب بوده از کسی دون جوان یک سمول 80 دیرم از درون شفاره دون جوان چیزهای قیمت بها ترسی کمایی کن دپار کالورکی دپار چوکی و دو ترکالی آنخونا رو زیر کرده گریختم ساعت 11:20 خیر روزانه صدرالدین نجدی و بهرام غفوری به خانه شبنم سوریه در آمده فهمیدسته؟ روی مول زرگرانی او را دزده به نگین اماقلای فروختم از این کارها سردار گروه ملیتی حسن چلی خبر شده و کارگردان کرپسای جمهوری تاجیکستان خبر داد کارگردان کرپسای جمهوری تاجیکستان سیاوش گرگی بیگ پرده قاسم در پای جستجوی خوراکگرها شدن در مدت 2 روز صدرالدین نجدی دستگیر کردند و به درون کاخ برباد برده صدرالدین نجدی زدن توبه کردم خدا چطوری توی لگم آشنو بتم بخرمه یک خرزنی دیگه میزنه توی مبارزه دارد حال نبا ولی با اخبار با دوام داره ولی بتر دوام السلام علیکم تماشا بینید من اینک برنامه دوامی اخبار صدرالدین نجدی و بهرام غفوری را گرفته آورده اینجا بردن اونجا اینجا بردن اینجا تاور را گرفتن هرچی کارو تیشت تیشی دار سات باشی نخواد همه اخبار دا تو ای ژورنالیست دا تا اخبار دروغ بگی گوش کن مرا ندونه خلصی کارت میکنه فوتبال میکنه گوش کن مرا برادر مال در ازبکستان دون تو در رنگ داری ازبکستان دا؟ چیگه بود؟ زبان ازبکی را آور یزدک بدهیم ازبکی را؟ فقط کوکم زکو چخلی گمه اینا تو مرا بپرس که یک دوسه چخلی میشه ما بکن تا یک دوسه چخلی میشه ما؟ یک بر دو چی؟ برگر سه چی؟ ای روستا بمبر فهمیدی؟ انا با گوش کن مرا تو میدونی؟ نه؟ سه چی میشه با ازبکی؟ چخلی؟ سه با ازبکی چی میشه؟ اوچ با هرشده دختر بچه را فوچ انا گوش کن مرا ایا خرچک دیگه میزنه بردار را تمرین بده اوی خورده مکن من قرغان توی دارم اکا همه توی داره که خدمتی سیاوش جان دهیم اگه در آسوش نکن هایی که میدنه شبنم سرایه اومده گه قسم بخون به شوخی شبنم سرایه اومده گه ولی خطی نوزنداش میره بختو من بگریز مکن نه گوش کن کلا رنگ قورت فچیدگی آخی اکا همه دوگی میبینم کلا رنگ پرچتی بکس های آخه من پیش میدیم کلا رنگ اسکورش افتاب بزن یا کپو میزنی کلا رنگ خلب سوختگی اولی شبنم دوام دکیم اومدک شبنم گوش کن مرا دقیقا میدونم چی کپا چی کپا؟ یا سال پسی که بینی تر دسته تاور کنه بشو بینی مرا؟ های بینی چک چک نکه اگه بینی خیتم جان های سید که بکشیم مبسرتی بخدا هر ساره هر پتی که بینی ده تق میگیری نه پروتستان نکن یک خرسکی دیگه بزنید باید یکو کار دیگه داره نه سلامت باشم گپا بسیار نمیکنم رقص بازی میکنم ولی شبنم آمدگه در بولای بعد ایک برادر مول
حاضر دقیقه من عروس تبریک کنم آخه تبریک کلام میگم بزرگان میگن که بزرگان اگه چی میگن من خودم میگم که عروس های خواهرم زینهار به من تخمه بگیرم من شروع بگی تخمه عروس های خواهرم زینهار دل یاری عزیزت را میازار اگر یک ذره دانی قدر شوهر بدان تو مادرش را جای مادر که مادر هیچ بدخواهی پسر نیست زی مادر هیچ کلی را ضرر نیست و وقتی کاری خانه دست او گیر مشو هرگز مغامیر اگر تنها بماند پیش اوشین شنو پندش به کارت مصلحت گیر